اگر عاشق شدی اما هیچ وقت جسارت گفتن بهش رو نداشتی، این کتاب برای توه. راوی کتاب مردی است بیمار و در آستانه مرگ که تصمیم گرفته در واپسین روزهای عمرش زندگیشو در قالب یادداشت‌هایی مرور کنه. از جوونیش میگه، از روزهایی که با اشتیاق به دختری دلبست اما هیچ وقت این عشقو به زبون نیاورد. مردی منزوی، تحصیل کرده، حساس که نه در عشقش موفق بوده و نه در جامعه جایگاهی برای خودش پیدا کرده. کتاب یادداشت‌های آدم زیادی از ایوان تورگنیف با ترجمه بابک شهاب. نمونه این تیپ شخصیتی و قبل و حتی بعد از تورگنیف در آثاری مثل یادداشت‌های زیرزمینی داستایوفسکی هم می‌بینیم، اما این اصطلاح آدم زیادی و این شکل فرمیکش نشأت گرفته از خود ایوان تورگنیف. برای پایان بندی قسمتی از کتاب براتون میخونم. بله، من به زودی، خیلی زود خواهم مرد. رودخانه‌ها یخ جامعشان را از تن من می‌کنند و من بر جریان برفاب واپسین می‌روم. به کجا؟ خدا می‌داند.